در نخست سرخط خبرها. انتقاد سیاسیون پاکستان از سیاست این کشور در قبال افغانستان. رئیس ایالتی حزب عوامی نشنال پاکستان بر ضرورت گفتگو با کابل تاکید کرد. اگر دیگر مشکلات جهان از راه گفتگو حل می شود، پس مسئله میان افغانستان و پاکستان نیز می تواند از طریق مذاکرات حل گردد. تأکید ازبکستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان. رئیس ازبکستان بر شامل شدن افغانستان در تلاش‌های منطقه‌ای تأکید کرد. و واکنش یک پارچه سران ایران به اظهارات ترامپ. مقام‌های ارشد ایران بر انسجام سیاسی و اتحاد تأکید نمودند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز جمعه 4 ثور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است به 24 اپریل 2026 میلادی. مشروع خبرها. در ادامه نگرانی ها از تنش کابل اسلام آباد، رئیس ایالتی حزب عوامی نشنال پاکستان با انتقاد از سیاست های اسلام آباد بر ضرورت گفتگو با افغانستان تاکید کرد. او باری دیگر خواستار پایان درگیری های طولانی مدت و حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان از مسیر سیاسی شد. اناهی تایندر با شرح بیشتر. در ادامه افزایش روزافزون نگرانی‌ها از تنش کابل و اسلام آباد و انتقاد تند شمار از سیاسیون پاکستان از این وضعیت، رئیس ایالتی حزب عوامی نشنال باری دیگر با مطرح کردن پرسشی که جنگ 50 ساله میان کابل و اسلام آباد چه زمان پایان خواهد یافت از سیاست پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده است. میا افتخار حسین با اشاره به حل منازعه میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان گفته است که مردم پاکستان از جنگ هستند و به عدم خشونت باورمندند. او بار دیگر تاکید کرده است که مشکلات با افغانستان باید از راه گفتگو حل شود. اگر امریکا، ایران، اگر میان پاکستان و هند و همچنان میان امریکا و ایران امکانی آتشبس وجود دارد، پس جنگی که بیش از 50 سال است در خیبر پختونخوا جریان دارد چه زمانی پایان خواهد یافت. اگر دیگر مشکلات جهان از راه گفتگو حل می شود، پس مسئله میان افغانستان و پاکستان نیز می تواند از طریق مذاکرات حل گردد. در سوی دیگر به باور شمار از آگاهان، تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان سازوکار با اصول همسایگی نیست و در صورت تداوم اوضاع را پیچیده‌تر می‌سازد. آگاهان موثرترین راه را برای حل چالش‌ها پیشگیری مسیر دیپلماسی می‌دانند. درگیری نظامی وجود دارد، درگیری لفظی وجود دارد، درگیری دیپلماتیک وجود دارد، حملات پراگنده وجود دارد. این شایسته دو همسایه نیست. بهترین راه گفتگو دیپلماتیک و راه تفاهم است. بهتر است که هر دو طرف با مهم بودن مسئله کوشش کنند و به میز مذاکره برگردند. متاسفانه پاکستان فقط بهانه‌گیری میکنه و عامل اصلی تمام بدبختی‌ها و وضع بد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی در منطقه فقط کشور پاکستان است. آنچه که مسئول نشنال عوامی لیگ گفته که باید پاکستان با افغانستان از طریق مذاکرات دشواری کنه، یک کار بسیار منطقی و درست. با وجود تاکید برخی کشورها بر خویشتن‌داری و حل اختلاف کابل و اسلام آباد از راه دیپلماسی، پاکستان همچنان مسیر نظامی را در پیش گرفته و بر حل دیپلماتیک که تنش‌ها باورمند نیست. اکنون دیده شود که این روند در نهایت به کجا خواهد انجامید. آیا اسلام آباد تنش با کابل را در میز مذاکره حل می‌کند که دوباره حملاتش را به خاک کشور تجدید دهد یا خیر؟ شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان بر تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کابل و تاشکند تاکید کرد. او در نشست گفت که افغانستان باید در تلاش‌های منطقه‌ای در بخش‌های اقلیم، محیط زیست، زراعت و آب شامل گردد. باز هم اناهیتا اندر. با آنکه در ماه‌های اخیر روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان در بلندترین سطح قرار گرفته، اما شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در نشست شورای سران کشورهای بنیانگذار صندوق بین المللی نجات اورال بر اهمیت افغانستان تاکید کرده و گفته است که باید همکاری‌های سازنده با کابل تقویت شود و افغانستان در تلاش‌های منطقه‌ای در بخش‌های اقلیم، محیط زیست، زراعت و آب شامل گردد. میرزیایوف همچنان افزوده است که در افغانستان باید پروژه‌های حفاظت از سواحل، رودخانه‌ها و اصلاح اراضی نیز عملی گردد.
ګورئ د ازبکستان سره رښتیا هم د اسلامي امارت اړیکه ښه شوې ده اوس په هر نګاه هم په سیاسي لیول باندې هم په بزنس او د کاروبار په لیول باندې اوس دلته زرین چانس دی دغه چانس نه استفاده پکار ده چې اسلامي امارت سالمه استفاده ترې وکوي ښه استفاده ترې وکوي نو هغه د ازبکستان بیا کولی شي چې اخوا نورو هیوادونو ته د افغانستان توکي ولیږدوي او نورو هیوادونو ته د افغانستان تجاران او د دې لارې نه ښه بزنس په ډېر اسانۍ سره مخکې لاړ شي او نورو آسیا هیوادونو ته او نړیوالو هیوادونو ته د ازبکستان د خونه. در ادامه تقویت همکاری‌های اقتصادی کابل و تاشکند، شرکت راه آهن ازبکستان گفته است که یک خط فرعی 1000 متری در استادگاه نایب آباد در مسیر خط آهن حیرتان مزار شریف در افغانستان ایجاد کرده تا انتقال کالاها سریعتر شود، ازدحام کاهش یابد و تجارت میان دو کشور بهتر گردد. مسئولان این شرکت افزودند که حجم انتقال کالا میان این کشور و افغانستان در حال افزایش است و مسیر حیرتان، نایب آباد و مزار شریف به یک دهلیز مهم برای تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است. تجارت باید دو طرفه بسازیم، تجارت افغانستان باید و اونجا در سراسر ازبکستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ازبکستان باید توسعه بدیم و بحث دیگه است که گریه های تجارت باز میکنه و ما را وصل میکنه، دید و بازدیدها، رفت آمدها را متشبثین و تجارای ما را که اکثر مردم افغانستان تجار پیش است میتونه که گام‌های مثبت وجه برداره. شماری دیگر از آگاهان اقتصادی ازبکستان را شریک راهبردی افغانستان عنوان میکنند و میگویند که این کشور راهگشای تقویت روابط افغانستان با دیگر کشورهای آسیای میانه است. ازبکستان د افغانستان لپاره په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زیات ګټورتوب لري. کاغه د دوړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت دی او یا هم له همدې لارې د افغانستان د ترانزیتي مالونو انتقال دی. ځکه د مرکزی اسیا لویه لاره د همدې هیواد په مرسته باندې له افغانستان سره وصلي. کاغه د قرغیزستان هیواد دی، کاغه د ترکمنستان یا د قفقاز لاره ده. ځکه له همدې لارو څخه افغاني توکي کولی شي د اروپا مختلفو بازارونو ته ولاړ شي. این در حال است که پس از کاهش و قطع روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان، تمامی مسیرهای مواصلاتی با دیگر کشورهای همسایه فعال شده است و این امر یکی از راه‌های تقویت اقتصاد افغانستان به شمار می رود. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وضعیت سیاسی ایران را آشفته دانست و گفت که ایران برای فهمیدن این که رهبرش کیست دوران بسیار سخت را سپری می کند. این اظهارات بلافاصله با واکنش تند مقام‌های ایران مواجه شد. سران سه قوه شماری از مقام‌های ارشد ایران این روایت ترامپ را رد کرده و بر انسجام سیاسی تاکید کردند. عبدالله بصیر. آتش‌بس لغزنده میان امریکا و ایران ادامه دارد، اما زیر این سطح آرام صحنه سیاست و آرایش‌های نظامی همچنان پرتنش و ناپایدار باقی مانده. نشانه‌ها از یک وضعیت تعلیق حکایت دارند، نه صلح پایدار شکل گرفته و نه جنگ تمام عیار به پایان رسیده. در میانه این فضای مبهم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با لحن تند و تحولات داخلی ایران واکنش نشان داده است. او در پیامی در شبکه تروت سوشال تصویری از آشفتگی سیاسی در داخل ایران ترسیم می‌کند، تصویری که بلافاصله با واکنش هماهنگ مقام‌های ایرانی روبرو شد. ایران برای فهمیدن اینکه رهبرش کیست دوران بسیار سختی را سپری می کند. آنها اصلا نمیدانند درگیری داخلی بین تندروها که در میدان نبرد به شدت شکست خوردند و میانروها که اصلا میانرو نیستند اما دارند مقبولیت کسب می کنند ادامه دارد. وضعیت خیلی آشفته است. این اظهارات خیلی زود به واکنش یکپارچه در ساختار قدرت ایران انجامید. سران سه قوه و طیفی از مقام‌های ارشد روایت ترامپ را رد و بر انسجام سیاسی تاکید کردند، پیامی که در آن هر گونه دو قطبی سازی میان تندرو و میانرو مردود اعلام شد. در ایران ما تندرو و میانرو وجود ندارد، همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایرانی عزیزتر از جان. همزمان فرماندهان سپاه پاسداران نیز با ادبیات نظامی بر آمادگی میدانی تاکید کردند، از جمله اسماعیل قانی که اتحاد خیابان و انسجام مسئولین را پشتوانه اصلی جبهه مقاومت دانست و نیز پیام مشترک فرماندهی هوافضا و نیروی دریایی سپاه نیز صریح بود: دستها روی ماشه است. در سطح فراتر از میدان سیاست صدای متفاوت نیز از واتیکان به گوش رسید. پاپ لئون 14 رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر حملات امریکا و اسرائیل را محکوم کرد و خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شد.
من به عنوان یک رهبر روحانی نمیتوانم طرفدار جنگ باشم. حملات امریکا و اسرائیل به ایران وضعیت آشفته برای اقتصاد جهانی و کل جمعیت بیگناه ایران که به دلیل این جنگ رنج میبرند ایجاد کرده است. به عنوان یک کشیش نمیتوانم طرفدار جنگ باشم و میخواهم همه را تشویق کنم که برای یافتن پاسخهایی که از فرهنگ صلح ناشی می شود نه از نفرت و تفرقه تلاش کنند. با این حال در پس این موازی متضاد از تهدید تا دعوت به صلح واقعیت میدانی تغییر نکرده. تنش‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه ترامپ بارها از پیروزی سخن گفته، اما روایت‌های رسانه‌ای در غرب تصویر متفاوت را می‌دهند. در تازه ترین مورد NBC گزارش داده است ترامپ با ایرانی روبرو شده که به طور فزاینده صبور است. این جنگ با وجود ترورها و بمبارانها از نظر سیاسی به نفع ایران پیش رفته. هزینه‌های سیاسی در امریکا رو به افزایش است. اکثریت رای دهندگان از عملکرد ترامپ ناراضی اند و 2/3 امریکایی‌ها مدیریت او را در این جنگ رد می‌کنند و در حالی که ضرب الاجل‌هایی که پس از دیگری تعیین و تمدید شده‌اند، ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را حفظ کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد آتش بس بیش از آن که پایان یک بحران باشد به مکسی شبیه است در میانه یک تقابل فرسایشی. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.